من یه روز باید با خدا بشینم فیلم زندگیمو با هم ببینیم. بعد یهو از جام بلند بشم، با انگوش به تلویزیون اشاره کنم، با سرعت برم سمت تلویزیون بگم اینجاست، همینجاست، نگهش دار، خودشه. اینجای زندگی خیلی اذیت شد، خیلی. بگم چی شد؟ انگار مثلا حواست بهم نبود، انگار فراموشم کرده بودی. دیدی آدم ها تنها گذاشتن، همه اون آدمایی که کلی رفاقت کرده بودن در حقشون. چرا وقتی تنها گذاشتن هیچی بهشون نگفتی؟ بعد بگم از اینجای زندگی رو دور تون بزن، بقیهش رو خودم جنگیدم تا رسیدم به این نقطه. آره اینجا.